سلام، ما برگشتیم. امروز اومدم خود خرید کردم، نوشابه پوشابه نمیدونم از این جوستا گرفتم، یه خود زاویه هم عوض کنم حال کنید. نوشابه و پوشابه و اینا گرفتم و گوش گرفتیم و داریم میخوایم امشب باربیکیو کنیم با یکی از دوستام. حالا چند نفرم دعوت کردیم بیان نیام که نمیام. برو دیگه بابا، برو ما کردم، برو مرسی. بعد هیچ گفتم که بیام یه چکینی بکنم، یه صحبتی بکنیم. دیشب رفتیم کلاب، گفتم بهتون که دارم میرم دیگه، استوری نذاشتن دیگه. انقدر میرم راستیتش دوستان برنامه میذاره، هر هفته داریم میریم توی الی یه کلابی هست به نام وورویک، یه کلابیه توی هالیوود. اونجا ما میریم، برنامه داره دیگه، یعنی کلاب اونجا یه شب میگیره فرایده یا جمعه، بعد کار میکنیم دیگه، اونجا کار میکنیم و برای همین زیاد حال نمیده آدم استوری بگیرین، برام عادی شده میدونی. اما دیگه همین کس. بعد شب اومد خوابیدیم تا 5 صبح هم گرفتیم خندیدیم و فلان، سر خیلی حال داد، کل خندیدیم، آدم باحالی. بعد دیگه امروز گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، تعطیل روز تعطیل، گفتیم اوکی باربیکیو کنیم. حالا گوشموش گرفتیم و چیپس و ماست و نمیدونم از این چرت و پرتا گرفتیم که بشینیم کره کنیم دیگه. بعد خلاصه که اینطوریه. من خواستم یه چیزی بگم آقا، چرا ایرانی ها اینطوره؟ چرا خودشون چس میکنن؟ چه پسر چه دختر همه میخوان فقط شواف کنن، نمیدونم به رخ هم بکشن، واسه هم بازی در بیارن، نمیدونم فلان. آخه چرا؟ چیه؟ کجامون مشکل داره؟ یعنی کجامون کی ما رو کرده که ما اینطوری شدیم؟ آخه واقعا من نمیفهمم. آقا با یکی میخوای اسپند تایم کنی، اسپند تایم کن. میخوای وقت بگذرونی، وقت بگذرون. اگه میخوای با یکی نمیدونم بشینی چیل کنی، بشین چیل بکن. اگه میخوای صحبت کنی صحبت. دیگه این بازی ها چیه که تکست دادم 3 روز بدم 2 روز ندم، 1 روز بدم فلان کنم الکی با یارو مثلا. بابا بس دیگه، ما رو داغون کرد. هیچی حرف بزن نزنیم فلان کنیم، بعد 2 روز حرف میزنه 3 روز حرف نمیزنه، بعد اینجا یه کلمه هست بهش گوستت میکنه فلان میکنه. آخه بابا بس دیگه، این کارا چیه؟ مثلا آدم بگین آقا من نمیخوام یا میخوام یا فلان هر چی. آخه درست نیست این کار دیگه. بسه. خارجی هم یه خورده اینطوری نمیگم، فقط ایرانی ها دیگه گندشو در میارن دیگه. یعنی این کلمه تاکسیک، حالا مکزیکی هم میگن، اسپانیش هم میگن مثلا تاکسیکو، مثلا فکر میکنن اصلا دختر لاتین دختر تاکسیکویه، مثلا به این معروفه. اما نمیدونن این ایرانی ها چی هن. و خدا تو دیکشنری تاکسیک ببینی بعد ایرانی ببینی. میگم اصلا فرقی نداره، دختر پسر همشون همینن و همش دراما، همش دعوا، همش اینور همش اونور. بابا بسه دیگه، بشینید کارتون رو بکنید، با هم حال کنید. با کسی هم که حال نمی کنید تعارف و معارف و الکی مخلصم چاکرم اینا نداره که. بگو آقا من نمیخوام آقا، من اینطوری هم اصلا کسی رو نگه نمیدارم. نمیدونم واقعا نمیدونم چرا اینطوریه جهنم. خیلی من قاطی میکنم. چرا؟ چون آدمی هم که کلن هم فاز چیز میزنم، ساز مخالف میزنم واسه این چیزای اینطوری. مثلا شماره میگیری و 3 روز وایسی، همون موقع به طرف تکس میدم میخوای نمیخوای دیگه، چیزی نداره که بعد و اصول و فلان نداره که. جمله معروفی هست اونو که میگه نمیدم 3 بار میده. دقیقا اینطوریه. از اول بگو میدم. حالا من اینو دارم، مثال اینو دارم، اما منظورم حالا
این نیست، منظورم حتما واسه دادن و ندادن نیست، منظورم واسه هر چیزیه، هر چیزی. مثلا آقا میخوام حرف بزنم نمیخوام، یکی میگه نمیخوام حرف بزنم، بعد میاد هیت به 200 بار مسیج میده. خب اگه نمیخوای دیگه 200 بار مسیج دیگه واسه چیه؟ نمیدونم والا دیگه. اینم گفتم امروز بیام یه چیزی بگم. میدونم دارم کوتاه میدم، میخوام ببینم که شما چی دوست دارین، اون چیزی که دوست دارین رو شروع کنم انجام بدم، اما چون نمیدونم اون چیه فعلا، سعی میکنم که خود کوتاه بدم که گندشو در نیارم. شما همین کمکی کنید خیلی عالی میشه. دمتون گرم. بای.